یک کسی هست به خاطر یاد گرفتن چند حدیث از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 3 قاره را طی میکنه. از قاره اروپا میه به قاره افریقا و از قاره افریقا میه پیش امام احمد ابن حنبل در قاره آسیا در عراق. وقتی که میاد پیش امام احمد ابن حنبل رحمه الله، وقتی که اینجا میرسه برای مردم میگه که ما میخوایم که از امام احمد ابن حنبل یک چند حدیث، و او امو به حساب امام اهل حدیث بود، امام احمد ابن حنبل رضی الله عنه در عصرش یعنی امو شیخ الحدیث که ما شما میگیم یا بزرگی که احادیث بسیار یاد داشت، امام احمد ابن حنبل بود. اینا میان پیش امام احمد. وقتی که میاد این شخص پیشش، امام میگه ما عین از فلانی قاری اروپا آمدیم و بسیار خسته است و بسیار مانده است و بسیار تکت است و بسیار سفر طویل است. و وقت مثل حال وارد سفر نبود که یک کسی مثلا توسط ما شما سفر توسط طیاره میکنیم یا حداقل توسط موتر میکنیم. وقت نه طیاره بود، تا بایسیکل هم نبود. یعنی مردم بسیار یا سر اسب یا سر شتر یا حتی بعضی اوقات مثلا پای پیاده. خب به هر صورت امو وسایل ترانسپورتیشان حیوانات بود. بالاخره این پیش امام احمد ابن حنبل که میه، امام احمد ابن حنبل رحمه الله برش میگه که والا من خو یک مشکل دارم، بر تو نمیتونم حلقه درس حدیث ما اجازه ندارم. یعنی او وقت امو حکومت او وقت که بود درسای چیز بند کرده بودن، درسای حدیث و درسای امام احمد ابن حنبل. بالفعل چون امام احمد ابن حنبل وقت می فتنه چیز بود، معتزله بود، یکی از فرقه های گمراه پیدا شده بود. و این فرقه گمراه مشکلی چی است که همیشه فرقه های گمراه امی رهبرای حکومت چی میکنن؟ مطابق مزاجشان کار میکنن و او را قناعت میده. امی وقت هم امی رهبریت امی فرقه گمراه معتزله چی کرده؟ قناعت داده. و این وقتی که حکومت قناعت کرد به گفته های مردمای بیدین، باز چی میکنه؟ باز از طریق حکومت چی میکنه؟ سر مسلمان های واقعی فشار میره و علمایی که حق باز میکنن او را باز چی میکنن؟ او را یا بندی میکنن یا حداقل اگه بندی هم نکرد بر علاقات درسش بند میکنه. و این وقتی است، این در طول تاریخ است. این آدم باید متوجه باشه که همیشه وقتی که حق گفتی و علمای حقانی بودن و همون قرآن و سنت به شکل واقعیش بیان کردن، تو نیست که مثلا تو درای پیغمبر میری در گردن هیچ پیغمبر کسی عمیل گل ننداخته که کدام پیغمبر بود که آمد و مردم سرش گل انداختن و عمیل گل انداختن. هر پیغمبری که آمده یا دشنامش دادن یا مثلا ساحر گفتنش یا گفتن تو دروغگوی هستی و یا مثلا از خانهش کشیدنش یا مثلا هجرت دادنش و بندی شدن. یعنی گپاک از کلش چی است؟ این دمو کسایی که در راه پیغمبرها در حرکت هستن باید منتظر گپا باشه. تو نباشه که والا ما درای پیغمبر میرم، خب همو تمام چیزا باید عزت ها بر من داده شد. یک وقت یک کسی بر تو زنگ میزنه، در زنگت هم که از اول زنگ تا آخر زنگ یک 50 تا دشنام میده. چرا توی حدیث پیغمبر بر مردم بیان کردی؟ به خاطر یک حدیث پیغمبر تلفن میکنه، یک 50 تا دشنام میدیدن. به هر صورت این سنت انبیا هست. از این خاطر وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش ورقه بن نوفل رفت و بیان کرد برش که چیزا را بیان کرد، ورقه بن نوفل عالم بود، که عالم اهل کتاب بود. او برش گفت که کاش که او روزی که تو را مردم از خانهت میکشه همون روز من زنده باشم که همراهی تو همکاری کنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت آیا این مردم که مرا امین میگن و اجر الاسود سر من در جایش میمانن و مرا صادق میگن و امین میگن و بسیار انسان خوب میگن و لقبای زیاد برای من دادن و طیب و طاهر، این مردم مرا میکشه؟ او گفت سنت انبیا اینمی هست که وقتی که تو تبلیغ نکنی، بت پرست چیز نگویی، قبر پرست چیز نگویی، خائن چیز نگویی، وطن فروش چیز نگویی، دشمنای اسلام چیز نگویی، یهود چیز نگویی، نصارا را چیز نگویی، عمو غلامای یهود و نصارا را چیز نگویی. کلگی میگه چه خوب آدم است، او فرست کلاس است، بسیار استاد خوب است. وقتی که گفتی که لا اله الا الله، نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شه. او مردم بغیر از الله به کسی که عبادت نکنین. این حال کسایی که به مخلوق سجده میکنن، به بزرگای خود سجده میکنن، در شرک مبتلا است، او از دشمن درجه یک تو هست. وقتی بگی که هیچ کس قانونش بغیر از شریعت الله دیگه قانون تطبیق نمیکنن، کسایی که دموکرات است و سوسیالیست است و کمونیست است و ایدئالیست است و فریماسونرز است و فلسفه دیکارت است و فلسفه فلان است، چی است،
کلش دشمن تو میشه، در تضاد با تو چی میگه قرار میگیره. مثل که رسول الله صلی الله علیه و تا 40 سالگی هیچ چیز نمیگفت. وقتی که 40 ساله شد، وقتی که برش گفته شد که برو تبلیغ دین بکن، فاصدع بما تؤمر، کمی خیز گفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یک دفعه صاحب کلگی چی شدن؟ دشمنایشان صاحب سر از اینا دشمن پیدا کرد، کل منطقه بر از این دشمن گشتن. به هر صورت امام احمد ابن حنبل رحمه الله امی قسم امو رهبریت او وقت چی کرده؟ امام صاحب از حلقه درس منع کرده. به این نفر که از اندلس آمده برای گفت که برادر عزیز من حلقه درسم بند است، ما فعلا درس دادن نمیتونم. حلقه درست بند است. اینال امی امام صاحب وقتی که شخص میاد پیشش و امام احمد ابن حنبل رحمه الله حلقه درسش بند است و درس دادن نمیتونه، در امی وقت است که چی میه این نفر میگه خیلی چطور کنم؟ میگه والا صاحب حلقه درس سر ما بند کردن و اینمی قاری ها رو چرا در مسجد ها نیمانند؟ بی کل مسجد ها فکرتان باشه اکثر بابگک ها در مسجد ها میگه قاری ها رو نمانین. صحیح نه؟ میگه هیچ مدرسه نباشه، میگه یا مدرسه را گدوات میکنن، قال مقال میکنن. خونه راست میگن، راست میگن. شما قال مقال میپرتین واسه که بیاین کلتون در حلقه درس بشینین، یکیتان بابانی کالاشویی و یکیتان بابانی ازی که ما غسل داریم و یکی بابانی شب جمعگی، خودتان در درس نمیاین، بازیگارا مانی میشین. باز میگه ما صاحب قرآن حفظ بکنیم. قرآن که حفظ کنیم معنیش نفهمی چی فایده؟ حفظ میکنیم بازیگر روز میری قاری صاحب کجاست وظیفه؟ در ناتو ترجمان است. بس چی کنیم قسم قاری که معنای دین نفهمه اکثرش باز میره رو سعی کنید دریشی صاحب پوشیده که ناتو تو نکنید. اول باید شما در درس بشین بفهمین که چی است. دیگه وقتی شخص آمد، همین کسی که پیش امام صاحب آمد گفت امام خیلی چطور کنم من؟ گفت والا صاحب حلقه درس نیست. گفت خیلی خانه تان می؟ گفت خانه ما مرا چیز کرده نظر بند هستم. گفت که در خانه تان حلقه درس جور کرده نمیتونی و کسی را درس دادن نمیتونی. یک نفرم گفت نه تا یک نفرم فقط در خانه اونم چه هستی نماز خدا خوانده میتونی و جدای دین از جامعه. امام صاحب احمد ابن حنبل که وقت برای این نفر گپ میزنه و این بیچاره عین است قاری اروپا آمده و از قاری افریقا تیر شده و در قاری آسیا آمده و اینجا به خاطر که یک 10 15 20 حدیثی از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاد بگیرن. سعی کنین مقام و منزلت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و حالا امکانات یاد گرفتن چیز بسیار جگرخون میشن و نفر از بسیار پولدار هم هست، امکانات هم داره، لباس بسیار خوبش هم داره. آخر چی میکنه؟ میگه صاحب خیمه یک اجازه است، یک امام صاحب اجازه است که یک راه حل پیشنهاد بکنم. میگه چی راه حل است؟ میگه خیمه لباس چیز میپوشم، لباس ملنگار میپوشم و به حساب خیرات و گدایی میایم یک دو سه خانه رو تق تق میکنم که همی عسکرا و همی کسایی که مرا تعقیب میکنن یا بفهمه که من گدایگر هستم، باز چهارمی پنجمی خانه میایم دروازه خودت تک تک میکنم. همین لحظه که تو مبرایی که برای من یک پارچه نان بیتی، در این همین لحظه برای من یک حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان بکن. دیگه من یک 10 روز 20 روز تو گدایی به شکل گدایی میایم، فقط در این لحظه که من یک پارچه نان میتی یک حدیث برای من بگم اون معاجل حفظ کنم و برم شو به او احادیث عمل بکنم. یعنی سبحان الله شما ببینید که چقدر اونا به احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا دلبستگی داشتن که حتی به خاطر یاد گرفتن یک حدیث کالای پولداری و کل چیز رو ترک میکنن و خود مثل یک گدایگر میسازن در پشت دروازه یک عالم تا امو یک حدیث از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاد بگیره. ما هم در روز قیامت دیگه باز در روز قیامت ما هم استاد میشیم و میخوایم بریم زیر بیرق رسول الله صلی الله علیه و سلم و اونا هم میخواین زیر بیرق کی برن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و دفتر عمل ازوم هست که به خاطر یک حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 قرار طی کرده و از ما و شما را که سائل میکنه میگه به خاطر یاد گرفتن یک حدیث 3 ایستگاه را تیر نکردی. و حتی اگر در پیش خاریم هم احادیث بیان شود و یک کس حدیث هم برای ما بیان بکنه و سنت رسول الله صلی الله علیه و بیان بکنه، هنوز برای میگه که والا این سنت کسی حدیث کس نظر ما اونطور است، والا این فلانی هست، والا چطور است و چرا است، برای 200 قسم چه جور میگه. این حال ما هم میخوایم در صف
زیر بیرق رسول الله صلی الله علیه و در روز قیامت در صف امت رسول الله صلی الله علیه و استاچه با اونا هم شد. ما بسیاری وقتا بسیاری کساس مدیده میشه در درس صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث همی نصف حدیث گفته شده، در نصف دوم حدیث یک کار برش پیدا شد. قرار رفته دولی صاحب یک ساعت موبایل گپ میزنن، گپ اونو نفره که برای زنگ زدن از سخن رسول الله صلی الله علیه و آله چی داره؟ ارزش. العیاذ بالله. عملا می قسم مانایش هم میته دیگه. قطع کردی. بازیگر تو وقت گپ سر همو حدیث بیا میگه والا بعضی حدیث این قشه میفهم. چرا دیگه ایش نمیفهمی؟ چرا ما مثلا بسیاری وقتا همین کسایی که دشمنی با احادیث رسول الله صلی الله علیه و دارن و سنت رسول الله صلی الله علیه و تطبیق نمیکنن و حتی مخالفت میکنن، علتش چی است؟ علتش این است که محبت با رسول الله صلی الله علیه و نداره که در حلقه دست از او بشنه و احادیث رسول الله صلی الله علیه و بخونن. اگر یک مرتبه یک انسان یک مرتبه در زندگی خود در یک حلقه صحیح البخاری شیشته باشه و احادیث رسول الله صلی الله علیه و گوش گرفته باشه و یاد داشته باشه، او محبترین و محبوبترین انسان، محبوبترین چیز پیش از او احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم.